زمانی در زندگی ممکنه برات اتفاقی بیفته که زندگی تو به کل عوض کنه. وقتی همسر مدام کار میکنه و به زنش به اندازه کافی توجه نمیکنه، اون همین توجه رو از مرد دیگه میگیره و با اون معاشقه میکنه تا از زندگی خودش لذت ببره. زندگی متنوع میشه و در یه نقطه همه چیز متوقف میشه. سلام دوستان، خوش اومدیم به پرشین ریکپ. امروز اومدیم با یه فیلم هیجان انگیز، زندگی یه همسر زیبا که کاملا خود به خود عوض میشه. از دیدن فیلم لذت ببریم. اسپویل در راهه. کانی یه مادر و همسر دوست داشتنی و مهربونه که در تمام طول روز مشغول کارهای خونه است و مشغول بزرگ کردن پسرش. ادوارد همیشه روی کارش تمرکز داره. اون همسر و پدر مهربونیه. شروع فیلم کانی همسرش و پسرش رو راهی میکنه و بعد برای رفتن به مرکز شهر سوار قطار میشه. اون روز تعطیلیه و هوا بسیار خرابه. کانی سعی میکنه تاکسی رو نگه داره ولی اون وای نمیسته. باد شدید میشه و مانع دیدش میشه. اون با پسری جوان به اسم پول مارتل برخورد میکنه و اونو به زمین میزنه. پول یه کتاب فروش مشتاقه که اون نزدیکی زندگی میکنه. وقتی وسایلشون رو جمع میکنن، پول سایدگی روی پای کانیو میبینه و به اون پیشنهاد میده که به آپارتمان اون برای تمیز کردن زخمش برن. به خونه اون میرن و پول مشغول درست کردن چای میشه و کانی هم به دستشویی میره تا لباسهای خودش رو درست کنه. کمی بعد پول شروع به حرف زدن در مورد خودش میکنه و کانی هم داره با پسرش تلفنی حرف میزنه. کانی تصمیم میگیره که به خونه بره ولی پول که حسابی درگیر اون شده بهش میگه که کتابی ببر. کانی اول قبول نمیکنه ولی نظرش عوض میشه و کادو از اون مرد غریبه قبول میکنه. پول اونو به سمت قفسه خاصی هدایت میکنه تا کتاب خصوصی رو برداره و ازش قول میگیره که کتابو بخونه. کانی به خونه برمیگرده و ماجرا رو برای پسرش تعریف میکنه. پسرش هم از زخماش عکس میگیره و کلی در این باره میخنده. ادوارد شب به خونه میاد و پسرش عکس‌ها رو به اون نشون میده و اتفاقی که برای مادرش افتاده رو براش تعریف میکنه. ادوارد که متوجه میشه کانی حالش خوبه، برای شکرگزاری میرن و مشروب میخوره. شب کانی با یه لباس جذاب سراغ ادوارد میره و اون شروع به فیلم گرفتن از اون میکنه. بهش میگه که اون زیباترین زنیه که دیده. کانی میخواد که با اون رابطه برقرار کنه اما پسرشون میاد و مانع اون میشه. صبح کانی پسرش رو به مدرسه میفرسته و در تنهایی مشغول به خوندن کتاب میشه. از لای یکی از ورقای کتاب یادداشتی بیرون میفته که شماره پول روی اونه. کانی دوباره به مرکز شهر میره و از باج تلفن به پول زنگ میزنه و تشکر میکنه. اونم از فرصت استفاده میکنه و اونو داخل خونهش برای خوردن قهوه دعوت میکنه. کمی بعد کانی به اونجا میره و پول با هیجان گنجینه کتاباشو به اون نشون میده. کانی متوجه میشه که پول فرانسویه. پول به اون کمک میکنه که کدشو در بیاره و میره برای اون چای بریزه. کانی ازش یه سوال تحریک‌آمیز به زبان مادریش میپرسه و باعث میشه که اون هول بشه. بعد بهش میگه که یه کتاب مخصوص نابینایان نظرش رو جلب کرده ولی نمیتونه اونو بخونه. پول دست اونو میگیره و کمکش میکنه که با لمس برجستگی‌های کتاب اونو درک کنه. کانی خجالت زده میشه و میگه که میخواد به خونه بره. تو راه خونه برای شوهرش کادو میخره و به محل کارش میره. اون پلیوری که براش خریده رو میپوشه و زنش رو در آغوش میگیره ولی تلفن زنگ میخوره و اونو مشغول میکنه. همینطور که داره با تلفن حرف میزنه کانی عکس خانواده‌ش رو روی میز اون میبینه و مشغول تماشای اون میشه. بعد از ظهر تو خونه مشغول کاره که ذهنش درگیر پوله و پیش خودش میگه که باید در عوض لطفی که به اون کرده براش کیک بگیره و ببره. فردا بعد راهی کردن خانواده کیک رو میخره و پیش پول میره. پول اونو دعوت به رقصیدن میکنه و در حین رقص به اون نزدیک میشه. کانی ناگهان خودش عقب میکشه و میگه که کارشون اشتباهه و میخواد که اونجا رو ترک کنه، اما پول اونو تو بغل میگیره و تو راه خونه کانی همش در ذهنش درگیر خاطرات پوله که چقدر پسر هاتی بوده. وقتی اونو لمس میکرده اونو از خود بی خود میکرده و اینکه اون تمام سعیش رو میکرده که شرم خودش رو کنار بذاره و لذت ببره. کانی از این اتفاق حس بدی داره و احساس گناه میکنه. پس از قطار پیاده میشه و کمی قدم میزنه.
که افکارش رو مرتب کنه. ادوارد بعد کار با باب تو پارکینگ روبرو میشه و در مورد بچه‌ها و جشن تولد آینده پسرش حرف میزنن. ادوارد متعجب میشه که چرا کانی در این مورد چیزی به اون نگفته. ادوارد به خونه میره و از کانی راجع به روزش میپرسه. اونم با اکراه جوابشو میده و اون ازش میپرسه که اونو دوست داره یا نه و بهش میگه که این چند روز حس عجیبی داره. زمان میگذره و کانی نصف روزش رو با خانواده میگذرونه و نصف دیگر رو با پل تو خونه در حال کارهای اداری میگذرونه. یه روز بعد از این که با هم رابطه دارن برای خوردن غذا به کافه میره و اونجا یکی از کارگرای ادوارد برای خوردن نهار اومده. اونا رو میبینه و کانی رو میشناسه اما چیزی نمیگه و میره. عصر کانی توی حموم مشغول تمیز کردن خودشه که متوجه یه نقاشی روی پاش میشه و سریع شروع به پاک کردن اون میکنه. ادوارد وارد حموم میشه و تصمیم میگیره که با اون حموم کنه. وقتی میخوان وارد کارهای اداری بشن کانی از آب بیرون میاد و میره. فردا ادوارد داره به سر کارش میره که از کانی میخواد که باهاش نهار بخوره اما اون شروع به بهونه آوردن میکنه و میگه میخواد به باشگاه بره. ادوارد ناراحت میشه و میخواد بره که متوجه کفشای مجلسی کانی میشه. وقتی به دفترش میرسه با تلفن چک میکنه که کانی باشگاه ثبت نام کرده یا نه. همون موقع کانی به شهر برای دیدن پل میره و اونجا با دوستاش روبرو میشه که اونا به خوردن قهوه دعوت میکنه. اونا به کافه میرن و کانی با پل تماس میگیره و ماجرا رو میگه. پل هم که حسابی زده بالا به کافه میره. وقتی اونجا میرسه کانی به بهونه دست شستن به دستشویی میره و پل هم به دنبالش میره و داخل دستشویی کارهای اداری انجام میدن. همون موقع دوستای کانی دارن درباره اون حرف میزنن که کانی میاد. وقتی پیش اونو میشینه متوجه میشه که لباسشو نبسته. دوستای کانی راجع به پل حرف میزدن که خیلی جذاب و سکسیه. کانی کم بعد این موضوع رو به پل داخل خونه میگه و اون بهش میگه که من فقط تو رو میخوام. شوهرش همون روز با کارگرش دعواش میشه و اونم روی عصبانیت میگه که بره زنش رو جمع کنه که تو بغل مردای غریب است. ادوارد حسابی به هم میرسه پس تصمیم میگیره پیش یک کارگاه خصوصی بره که سر از این ماجرا در بیاره. فردای اون روز ادوارد برای یه سفر کاری میره و کانی هم از فرصت استفاده میکنه و کل روز رو با پل میگذرونه. کارگاه هم مشغول عکس گرفتن از اوناست. اونا به سینما میرن و بعد به خونه پل. اونقدر کانی غرق لذت بردن از پل شده که متوجه زمان نمیشه و یادش میره که دنبال پسرش در مدرسه بره. این مسئله باعث ناراحتی و عذاب وجدان کانی میشه و اون کل غروب گریه میکنه. وقتی ادوارد از سفر برمیگرده پیش کارآگاه میره و اون عکسای کانی با پل به اون نشون میده. همون موقع کانی در حال خریده و بعد از اون به دیدن پل میره که رابطه‌شو با اون قطع کنه. تو مسیر پل رو میبینه که به سمت کتاب فروشی میره. کانی ماشین رو رها میکنه و به دنبال اون میره. میبینه که داخل کتاب فروشی اون با یه دختر دیگه است. حسابی عصبانی میشه و از کوره در میره. پل اونو به خونه میبره و شروع به دعوا میکنن اما دعواشون به یه رابطه طوفانی ختم میشه. وقتی از اونجا میره ادوارد به خونه پل میره که باهاش حرف بزنه و ببینه که این کیه که با زنش فخر میگذرونه. اونا شروع به خوردن مشروب میکنن و ادوارد رخت خواب پل رو میبینه که حسابی به هم ریخته است و متوجه میشه که کمی پیش کسی اونجا بوده. همون موقع گوی شیشه‌ای رو میبینه که روش نوشته شده تقدیم به ادوارد عزیز. ادوارد نمیتونه خیانت کانی رو تحمل کنه و به پل حمله میکنه و اونو میکشه. وقتی به خودش میاد دیگه دیر شده پس شروع میکنه اونو داخل یه فرش پیچیدن. همون موقع کانی به تلفن خونه پل زنگ میزنه و پیغام میذاره که میخواد رابطه‌شو با اون تموم کنه و اینکه این آخرین باری بوده که اونو میبینه. ادوارد فرش رو پایین میبره و داخل صندوق عقب میذاره و یادش میاد که پسرش تئاتر داره. پس به سرعت به محل تئاتر پسرش میره. اونجا کانی متوجه عصبی بودن اون میشه و دستش رو میگیره و اون آروم میکنه. بعد تئاتر اونا به سمت خونه میرن که یکی از پشت به اونا میزنه. ادوارد پیاده میشه و قبل باز شدن در صندوق عقب اونو میبنده و به مرد میگه که خسارت نمیخوام فقط برو. بعد از اینکه پسرش رو میخوابونه به آشغالدونی میره و از شهر جنازه با فرش راحت میشه. تو راه برگشت به کارواش میره و ماشین میشوره و بعدش هم به خونه میاد و حموم میکنه. صبح وقتی برای صبحونه خوردن میره متوجه میشه که 2 تا کفش لنگی بلنگی پوشیده. کانی میفهمی که اون آشفته است و کل شب نخوابیده. ادوارد به سر کار میره و همون روز کارآگاه‌های پلیس به خونه اون میاد.
و با کانی ملاقات میکنن و در مورد پل میپرسن. اونم میگه که خبری ازش نداره و اونا هم میرن. عصر اون روز داخل جشن تولد پسرشون به ادوارد در مورد این اتفاق میگه. ادوارد منتظر ببینه کانی در این باره چی میگه، ولی اون خودش رو به کوچه علی چپ میزنه. 1.5 هفته بعد فرش داخل زباله‌دونی پیدا میشه و کارآگاه‌ها دوباره به سراغ کانی میره. اون بهشون میگه که چند بار پل دیده و مدتی از اون خبر نداره. ادوارد هم اینو تایید میکنه. روز بعد کانی به خشکشویی برای شستن لباسا میره. عکسایی را پیدا میکنه که کارآگاه خصوصی از اون گرفته بود. عصر زمانی که اونا با مهمونا سرگرمن، کانی متوجه گوی شیشه‌ای میشه که به پل داده بوده. بعد رفتن مهمونا، کانی از ادوارد میپرسه که چه بلایی سر به پل آورده و اون اعتراف میکنه که از رابطه اونا خبر داشته و به خاطر عشق به اون پلو کشته. صبح روز بعد خانواده مشغول وقت گذرونی هستند که کانی همون گویی که دست پل بوده رو تو دستش میگیره و متوجه یادداشتی زیر اون میشه با یه عکس از خانواده‌اش که در اون ادوارد نوشته که چقدر اونو دوست داره. شب کانی عکسای پل میسوزونه و به این فکر میکنه که اگه اون روز یه تاکسی گرفته بود شاید اصلا هیچ وقت با پل آشنا نمیشد و شاید اون نمیموند. شروع به گریه میکنه و ادوارد اونو در آغوش میگیره و میگه که میخواد به قتل پل اعتراف کنه، اما کانی مخالفت میکنه. شب اونو به جشن حراجی مدرسه میرن و با هم میرقصن، ولی حال جفتشون بده. بعد از جشن اونا تو راه خونن که ادوارد تصمیم میگیره به اداره پلیس بره، ولی کانی بهش پیشنهاد میده که همه چیزو رها کنن به مکزیک برن. فیلم زمانی به پایان میرسه که خانواده در کنار هم به خوبی زندگی میکنه و این بود داستان فیلم آن فاید فول محصول 2002. ممنونم که منو همراهی کردی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و حتما نظرتون داخل کامنت ها برام بنویسید. خیلی ممنون.